همه چیز با یه پیام شروع شد. نه خبری فوری، نه یه احضار رسمی. فقط پیغامی غیر منتظره که از قاهره رسید. او مایل به دیدن توست. لطفاً قبل از اینکه بریم سراغ اصل ماجرا، ویدیو رو لایک کن، اگه دوست داشتی کانال رو سابسکرایب کن و تا انتها همراهمون باش. ثریا اسفندیاری سالها بود که وارد چنین مکالماتی نشده بود. از وقتی که آخرین پرواز رو از تهران ترک کرد، زندگیش بین چند کشور پخش شده بود. گاهی روم، گاهی پاریس، گاهی جایی بین گذشته و هیچ جا. پیغام رو اردشیر زاهدی آورد، کسی که خودش هم تو سالهای آخر سلطنت فاصله زیادی با اون سیستم پیدا کرده بود. گفت که شاه توی قصر قبه قاهره زندگی میکنه. تنها مریض تو ساختمونی قدیمی که شیر آبهاش چکه میکنن، تلفن‌هاش قطع و وصله و بیشتر از هر چیزی ساکته. ثریا فقط شنید، نه تعجب کرد نه سوال پرسید، اما چیزی توی صورتش، توی نحوه نشستن و گوش کردنش نشون میداد که اون پیام داره یه چیزی رو از زیر پوستش میکشه بیرون. جواب نداد، فقط یه باید فکر کنم تو نگاهش بود. اما در واقع فکر کردنش از همون ثانیه شروع شده بود. ثریا ملکه‌ای بود که هیچ وقت اون نقش براش طبیعی نبود. تو برلین به دنیا اومده بود، مدرسه رفته بود، توی فضای آزاد و بی تشریفات بزرگ شده بود. وقتی وارد تهران شد، فرهنگ درباری یه چیز کاملا ناآشنا بود. زبان فارسی رو تازه یاد گرفته بود. وقتی محمد رضا برای اولین بار ثریا رو دید، همه چی سریع پیش رفت. آشنایی، نامزدی، ازدواج. اون موقع هیچ کدومشون زیاد از آینده نمیپرسیدن. انگار زمان خودش همه چیز رو حل میکرد. اما چیزی که زمان حل نکرد بچه دار شدنشون بود. فشار دربار، خانواده، مردم، همشون دنبال یه وارث بودن. محمد رضا اول مقاومت کرد، ولی در نهایت منطق سلطنت کار خودش رو کرد. گفت بهتره برای مدتی به اروپا بره برای استراحت. ثریا فهمید که اون استراحت دیگه برگشتی نداره. تو روم زندگی جدیدی شروع کرد. بازیگری، کاری که از نوجوانی بهش فکر کرده بود، حالا شد بخشی از برنامه روزمره‌اش. اما بازیگری فقط نقش گرفتن و جلوی دوربین رفتن نبود. باید خودش رو از نو تعریف میکرد. از فضای درباری فاصله میگرفت، با مردم عادی کار میکرد، با رسانه ها روبرو میشد. اونجا بود که با فرانکو آشنا شد، یک کارگردان که از فضای سلطنتی بدور بود، اهل زندگی روزمره، سفرهای بدون تشریفات و شبهای طولانی تو کافه های روم. رابطه‌شون صمیمی شد، نه پر سر صدا، نه رسمی، ولی جدی. برای ثریا چیزی شبیه به تعادل بود. نه تاج داشت، نه اطرافیان سلطنتی. فقط دو آدم بودن با دغدغه‌های شبیه هم. اما مثل همه چیز توی زندگی ثریا، این یکی هم دوام نیاورد. اگه تا اینجای ویدیو با ما همراه بودی، ممنون میشم ویدیو رو لایک کنی و کانال رو سابسکرایب کنی. ساعت 2 صبح بود که تلفن زنگ زد. بیخوابی داشت اذیتش میکرد. گوشی رو برداشت. صدای اون طرف خط گفت هواپیمای فرانکو سقوط کرده. هیچ کس نجات پیدا نکرده. تلفن رو قطع کرد، ولی صدا تو ذهنش مونده بود. این دومین باره که مردی که بهش تکیه کرده بود بیخبر ازش جدا میشد. این بار دیگه خسته تر بود، نه چون رابطه‌شون عمیق تر بود، چون تکرار از دست دادن ضربه بیشتری داشت. مدتی از این شهر به اون شهر رفت، روم، پاریس، زوریخ، ولی هیچ جا براش جای موندن نبود. نهایتاً یه آپارتمان ساده توی پاریس انتخاب کرد، بی صدا، بی دغدغه. زندگی در جریان بود، ولی نه خیلی زنده، تا روزی که اردشیر پیدا شد. وقتی اون پیام رو آورد، همه چی برگشت. نه با شدت، نه با درام، فقط با حضور. گذشته برگشته بود. شاه مریض بود، ضعیف شده بود. از تشریفات سلطنت فقط دیوارهای یه قصر قدیمی مونده بود. اما چرا حالا میخواست ثریا رو ببینه؟ ثریا نمیدونست. شاید شاه هم نمیدونست. شاید فقط میخواست بدونه کجای زندگی اشتباه کرده. شاید فقط میخواست تو چشمای زنی که یه زمانی همراهش بود نگاه کنه، بدون اینکه چیزی گفته بشه. ولی ثریا نرفت. به خاطر فرح، بچه‌ها، گذشته‌ای که خیلی وقت بسته شده بود. یا شاید چون خودش هم نمیخواست اون تصویر آخر شاه توی ذهنش ثبت بشه.
5 مرداد 1359 صبح ساعت 9:56 خبر اومد شاه مرده. هیچ واکنشی نشون نداد، نه اشک، نه کلمه‌ای، فقط گوش داد. شاید چون چیزی برای گفتن نبود. اون فصل سالها قبل بسته شده بود. 4 سال بعد با برادرش بیژن به مصر رفت. قصدش تفریح بود نه زیارت. رود نیل، مقبره فراعنه، سفر معمولی. تا اون زن مصری راهنمای محلی یه چیزی در گوش بیژن گفت. چند دقیقه بعد بیژن رو بهش گفت آرامگاه محمد رضا شاه این نزدیکی هاست. میخوای بریم؟ جوابی نداد، ولی چند ساعت بعد خودش جلوتر از بقیه راه افتاده بود. مسجد رفاعی قدیمی، بی نور، ساکت و سنگ مرمری که اسم محمد رضا شاه ایران روش حک شده بود. یه مرد پیر دم در شمعی روشن کرد. ثریا چیزی نگفت، فقط ایستاد. دست برادرش رو گرفت، نه از بغض نه از ترس، فقط چون لحظه ای توی ذهنش همه چیز برگشته بود. مهمونی اول، سفرهای رسمی، سکوت روم، سقوط فرانکو، پیام قاهره. تو دفتر خاطراتش بعداً نوشت نه پشیمونی بود نه دلتنگی، فقط یه حضور، یه واقعیت که دیگه احتیاج به توضیح نداشت. تو فکر میکنی چرا شاه تو آخرین روزهای زندگیش میخواست ثریا رو ببینه؟ شاید برای عذرخواهی از تصمیمی که یه روز گرفت و ثریا رو بی هیچ توضیحی از زندگی خودش کنار گذاشت، یا فقط برای یه دلگرمی کوتاه قبل از پایان. اگه این ویدیو رو دوست داشتی لطفاً لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن و نظرتو با ما به اشتراک بذار.